اینا دیدین این گو نگاه که ما را دید ترجیده سیونه شنو اوچه در پیش گو بازی میکنه گو میشنوسه لحظی گو میفهمین اوچه جان گو میشنوسه صاحب شه میشنوسه بله گو صاحب شه میشنوسه کودکیم از دانه عشق در حولی کودکیم از دانه عشق یادم که جانیو چه یک کار میکنیم من در شویدی انای مردم با استاد عزیز جمشید حلیم زنگ میزنه و میبینیم که همراه شما چه خیلی معامله میکنند و با سوالی که شما پیشنهاد میکنید چی پاسخ میدن شروع گفتم که قصرت ای سرت بمونه من محتاج متهمی 200 سومیتیم برای همین گپایی که من گروهی همون زنه که گپ زدم همین من تماشابین مخلوق شدم کرافته مرحمت آی زنه که دوست داشتی هیچ نفتی باز زنکلون میشه توبه میدیدی به خدا هم مردک زنه که دوست که داشتن کی زنکلونی نیستن نه دیدین شکر رو آن ابری هوا خیالی انبوهی من ای بارانی سریش شکوفش باروش میکنیم چه جان؟ شمال بود رویا؟ ها بچم اینش گفتش نکنی شمال نمیدونه قاقل میشود اون که من که گفتم کو من قش شما دوست نمیدارم عجیبی بود با مزه ایو خیار اینجا اکی در حقیقتا اکم قلمفته که در اون اگر رو دیدی ها در اون زمین دیدی این محصول دستی او چطه من اینجوری من این تاریخ نرم دارم کشلاقکی من بوی چپاتی دارد سلام علیکم میکنم با کلی تماشابینان دائمی سامانه راین پروداکشن دوستان عزیز نگفتن نمونه این یک برنامه نوبتی ما هنر داری بیسنج منظور شما میگردد مهمان اولی برنامه ما حضور دارد یکی از چهره‌های شناخته که همراه استاد عزیز جمشید حلیم بسیار نقش‌های مدر رو در صحنه‌های آن بازی میکنند و دیگر نقش بازی کرده در فیلم بهرام‌های صبور قصر غم میخوایم که بهترین انمو سوالایی که شما نسبت مادر عزیز یعنی مادر صدبر دارین از زبان شیرین خشم بشنویم می‌داریم به خانه مادر جان عزیز السلام علیکم السلام بیا جونی چه بیا سلامتی و خوبه بیا خوش اومدی سلامت باشین دوستان عزیز خیلی وعده دادیم یک برنامه هنرداری بیسنجه اولین برنامه را همراه انای مادر عزیز مادر جان عزیز افای صدبر بونو منظور شما میگردید انا با کلی تماشابینان سلام خودم پیشنهاد میکنم رحمتی کردم خوش اومدی بچه جون خوش اومدی السلام علیکم دوستان عزیز من همه تماشابینان را دوست می‌دارم من مشتاق دیدار شما هستم من میخوام که با شما روبرو گپ زنم من همتون را دوست می‌دارم سلام عرض بیان می‌کنم برای شما از اون آمد کنم چرا که سخنی ما را وارد نکردید ما را با خونه خود پذیرفتید و در حال مشاهده مردم گفتنیم که یک دو سه سوالی که برای شما پیشنهاد میکنم نه ساخته نه پیش از برنامه تهیه کرده که انا اون چیزی که حقیقت داره ما با شما میتونم آیا آیوده کار میبرین نمیبرین بعد دوم اینکه میخوام که از رفت زندگی شما آگاه باشم مثلا شما بعد جدای سند وقتی بعد از کار میگردید با چیکار مشغول میشید یکی از کدام کار سر کنید کدام کار همین زن در خونه بود روی چی کار میکنه بینه که خونهش نبخته خونهش هم میروه بینه که خروگ نبخته خروگ میپزه مثلا ما در خونه گو داریم مرغ دارم برای هری با کاری همونو مشغول میشم کلنا را نگاه نمیکنم که کلنا خو میکنم خو نمیکنم من کلنا را نگاه نمیکنم شگانش دارم کلن نگاه نمیکنم کاری کلنا گپی کلنا برای هوای من پای گو دون دادن مرغ مثال برای کارو مشغول میشم یا اگر که یگان جان نارفته باشه خونه میرو این یگان مثال وای نیست که من اکتریس هایم نکنم یا خمیر نکنم یا که گو ندوشم یا که گهت پاک نکنم این وای نیست موده انا در شویدی مردم یکم ای کدام کار سر کنه که مردم میگن که واقعا انمی مادر بوده نه اینکه اتیو من میخوام که زندگی پشت پردگی شما رو برنامه هر یک شخصی که تماشا میکنه
ишонтем. Биё якам дӯстони азиз, ҳама фикр мекунам мардуми қишлоқ маро тамошо мекунам, мардуми деҳқон маро тамошо мекунам. Якам анамо говҷӯшӣ ёе ки аз корро кори анамо қишлоқ сар кунем беҳтарин мешавад. Бегзарем ба қисмати суол-ҷавобҳо. Ку очаҷон ай чӣ сар мекунем? Якам ай гов алақия? Алақай гов ҷӯшидагия мо дар ним баъди кор нигоҳ кунем. Заҳмати дасти модари азиз. Ик кадуи очагия? Бале. Биё ман қазмирам гов. Ман қишлоқда бисёр гаштагием. Ям бача қишлоқи. Беш биё очаг. Биё. Ена дидем? И гова нигоҳ кун мара дид тарзидеса ё нашуно? Оча дар пеши гов бозӣ мекунад. Лавзи гова мефаҳмед очаҷон? Гов мешноса соҳибша. Мешиноса? Бале, гов соҳибша мешноса. Агар ягон вақти дар хона шумо набошен, мардактон ё ягон каси дигар гов биҷӯша, кита шуморо мепӯшад? Ака то овози мардак гова наҷӯшидасту, хай мумкин бикунад. Набоша ки мардак гири гов тона мекунад. Ҳамаш бардӯши шумо. Бале. Ана дӯстони азиз, дидем ки модар чӣ хел ба гов аллаҳ мета чӣ хел гова нигоҳбин мекунад. Ҳозир мебинем ки аюдаи тапаккунӣ мебурад ба дастҳои нозаниниш ё не. дарсе фақат тамошо кунем. Ана очаҷони азиз ку сар мекунем айгаи гов тапаккунӣ. Ана ҳамин хел зиндагӣ. не ки беҳад бӯи хушбӯ дорад. Бале. Коронавирус мегреза ай бӯи вай гов. Ана ошамгире қатеш тапаккунем ширадор мешавад. тай кӯдудакиша. очаҷон барои шумо қин нест ки баъде ки ай кор мисол монда шудаги рӯзи дар театрро баромад мекунем. очаҷон Кина. Ник мо медонем чи як агар дар зиндагӣ накни намешавад бача. Накни ин намешавад. ай хурда ҳами кор дар ду шумо кардагӣ будем? духтари шаҳрӣ будем ё қишлоқӣ? духтари шаҳрӣ будам. Қишлоқда шукадам. Ай қишлоқ бо шаҳр омадам. Ай шаҳр бо ҳами қишлоқ омадам. ҳар рӯз баъди кор ба қишлоқ меянам? Бале. барои шумо маршрут рафтуомад ки неста ки саҳар ба кор дер мондан ё ки барвақт рафтан? Ак меғалта мешавад ки рӯзое ки мисол дер мекунем, но рӯзое ҳаст ки бо барвақт мерем. то ҷои кора дар чанд соат мерем? 3 транспорт мешинам. 3 транспорт. Бале. як рӯза расходи шумо ба хӯрдан ба роҳиё ҳама чанд пул мешавад? Як моҳда ма 310 сомон раҳпулӣ мекунам. фақат дар як моҳ. роҳкирои шумо холӣ? Бале. хӯрдан аз ҳисоби ҷои кора? хӯрдан аз ҳисоби ҷои кор нест. хӯрдан аз ҳисоби кисаи шахси ман. Медони чӣ? Ма барои сумш кор накардистадам. ин санъат як касала. вақте ки ҳамин вориди ҳамин шидӣ, ин мехоҳӣ намехоҳӣ мекунӣ. мехоҳӣ намехоҳӣ мераӣ. ту пулша нигоҳ намекунӣ. барои ҳамин як касала. ма то ҳозира ай 2001 то ҳозир ма на ягон лексус гирифтам ай суми маош бугум, на ягон дворец сохтаги май суми маош бугум. ман накардам. ма суми ай суми ҳамин касб не накардам вай надорам. фақат касб шумо интихоб кардагин дар хуни шумо иштаги? Бале. пулуш барои шумо муҳим нест. пулуш барои ман муҳим нест. ҳатто ҷоиш мешавад ки дар касбтон расход мекунед. Бале. як багар ай ҷодаи мисол касбтон аз ягон ҷои дигар даромад доред? шукронаи парвардигор, шукронаи фарзандон, шукронаи хонаи ободон мешавад. бале ҳаст. ҳаста? бале. о зебида мегӯй ки дар балинсая ку рафтем? марҳамат. очаҷон ҳар рӯз чанд тапакӣ мекунед? агар вобаста ба гова дода. чӣ қадар ки алафтен қадарам? бале. чӣ қадаре ки ҳамин гов зимистона дигар кӯмир дар кор нест. не қадаш кӯмири тайёр. бо мехарем кӯмир дода. бо мехарем. акн охарида намешавад.
بیا اوچا جان اویدی استاد عزیز یعنی جمشید حلیم کمتر همراه شما صحبت کنیم. مرحمت. چی سبب شد که شما همراه جمشید حلیم به نقش آفرین به صنعت‌های حجوی صنعت‌های تربیتی فیلم‌های کارتونی‌مترژی بانچ دید. یکم شناسایی شما همراه جمشید حلیم در کجا شد و شما را کی شناس کرد؟ ما در تئاتر ما یک دخترک داریم موزیک اونای گراجدانی روسیه های ملیکا شکرова با جمشید همکاری داشت و رول مادر در کار شدن. یگان صحنه ده ها؟ بله همین صحنه ای که جمشید زنی روس میاره همین صحنه ده وای در کار میشه مادر در کار میشه ملیکا پیشنهاد میکنه جمشید میگه گپ مرا نمیگیره او زنها خزانه که گندا میتوه گپی مرا نمیگه ملیکا جون یا علاج کن این نه گفته جمشید او زنها که خوبه هم خزانه که خوبی است که اولی های بگو هم نه گفته بگی تلفنش کن بعد تلفن کردم جمشید گپ زدم سوزی مغزی فرد سوزی سلامتی سوزی بیا چت بگم چون چرا من روچه میگم بیا چت بگم یک رول دارم هم رول در نمیای بازی کنی تو محل قبولت چی بنید های بگم همیون رفتم کسی من گنده من قزنه که گنده من بزنه که گنده مونندم نه آخی فکری ما که همین چهره شما همین خیلی طبیعتا شما همین خیلی چهرم بزنکای جنگره موننده ظاهرا شما ای بوتینا تو فرق داره چه؟ بله با خدا زن همین مهربان ترین زن فکر میکنم مایم نسبت کلی نسبت شوهر نسبت فرزندو نسبت همه یار رفیق دوستم اگه نمیدونم جمشید همین خیلی فکر کرد که حاضر من قطعش هم کاری کردیستم او چجان میگه هش میره گفتم دیدی من زنه یعنی سرشوی شما اینو فیلم شدن؟ بله در عروبه صحبت کردن در چند بار قدیدگی؟ وای روی خرسیا نگو دادره وای یک مای رستم مخنا توبت کردگیم با خدا انا نراش نه تمارا غلطوندی نه با خدا ای ها بگو تمارا غلطوندی خبیا برم بالنسه بر تو چی داری برای مرا بالنسه تو با خدا انا که هر روز با تلفن میکرد اوچا چیکار کردی اوچا جون چیکار شدی ابرفت میگم من تلفن اگه تمارا کشتیه تو دی اونایی تو چی تو معامله استاد جمشید حلیم نسبت شما چه خیلی بود؟ بسیار خوب بود بسیار خوبه بسیار انسان خوبه زمینی مرده کرد با خدا عجایب انسانه کتگی نداره من حاضر بسیار وقت در خانهش سیانکه میکنیم دسترخوان میپرتوه اویله او فرزندای او خودی او همی خیلی مردی حلیم مهربانه که عجایب انسانه با خدا آنا ما امی دو روز شد ما یک سیانکه داشتیم باید که من دختری خواهر ما جمشیده بودم همون سیانکه کردیم میگم که عجایب انسان کتی اویلش صحنه‌ای نوی شما ده علاقه ما همراه اپای ملیکه گپ زدیم گفتی در فدراسیون روسیه ایم بعد در جای ملیکه کی بازی کردی همراه شما در جای ملیکه ها زیاد دخترک آوردگیم اونم با فکرم که بسیار خوشتمانی خوبم ده پایشه رفتم کنکرت نه جوابش دادم 1800 تلای گفتم بعدم بره دختری خواهر من یک دخترک آورده جمشید بسیار دخترک خشروه دخترکی وای حق هیچ که ملیکه شدن نمیتونه هیچ که ملیکه شدن نمیتونه ملیکه های ای موضوع ای دایره صنعت ای دخترک دوره یا نو خیلی تیپاژ های پروسه تیپاژ های نباشه گنه ای با کوچه صنعت گذشتگی نیست دخترک نو دختری خشروه دختری وای خلاصه همینطوری جوره جان شیرین اوچه پیش ما اومدی ها لباسات بوی گو نگیره بابا بچه شما که موچه جون رفتی برای من همین خلبت خواستم که همین زندگی شما را به همون مردمی که در جدای صنعت در صنعت‌های حجوی که شما را میبینن فکر میکنن که باطنن شما با ظاهرا تونیا گایید ندیدین مهربانی مادر باز با دلش میبینیم که مادر جون ما با چی کار قادر است بیا که یه شبریم یک جوشونه بیا رفتی کی می نمایدند دوکی منم آن ابری هوا خیالی اندوکی منم بارانی
سریش شکوفش برای چی میکنی اوچه جان؟ شمال بود رویا؟ ها بچم اینا شکوفش نکنی شمال نمیدونه قوق نمیشود آره همه اینا خیلی میکنی که تیز قوق شود بازی تیرموه شیده است آره قوق شیده هنشه ای بچه جان اینا دیدی اوچه بهنرته بهتری با دوامی تو جان وطنم حولی کودکیم از دانه عشق در حولی کودکیم از دانه عشق بیادم که جانی اوچه انا روزایی که من اوشم کی کشورش میکنم او کلو رو فیرود میکنم کلنا رو بچه ها رو فیرود میکنم با مرده که فیرود میکنم در زندگی چند فرزند داریم اوچه جان؟ دوتا چند پسر چند دختر؟ یک دخترچه داریم یک پسر صاحب کلین هستیم شگرمش نابیره داریم شگرمش چند تا؟ دوتا ای دختر ما دوتا ای بچم شوهر شما چی کاره؟ شوهری ما اگه پیشتر قدیم کار میکرد اگه در یک جو کار کردن چی لای؟ در یک جو کار کردن ما رشت زیشی؟ ده برای همین اومای گفتن که بیاد را ما کار ما وظیفه ما حلش کنم با کار دیگر گذاشتم نو همین جدای صنعت با دیگر جو گذاشتن؟ دیگر جو نه صنعت ده حاضر ترک صنعت کردن؟ بله اون که دیگر کار میکنن من خیلی صنعت موندم برای هوای نمیشه که در صنعت اگر زن شو در یک جو چقدر اکوای که نباشی نمیشه برای هوای اون کس دو جیدو در دیگر کار مشغولم من با صنعت یگون بار در یگون جشن مراسم در یگون معرکه نسبت شما یگون تنقید یگون گفت پس بنا شدگی نیست برگوش شما نمیرسه همین چون خبر که مثال شما صنعتکار هستین کاری بد میکنین و فکر مردم هر یک کدام هر کلاس که داره هر یک از فکرش بیان میکنه بله برای چی نه ما صنعتکارا این مسئله ده ما بسیار همین خیلی آدمی هستیم که اهمیت نمیدیم وقتی که در این جدای قدم که موندی باید اهمیت ندی این دنیای کلونه یک کس میفوره ای تو یک کس نمیفوره ای تو یا ای گپی تو ای رفتاری تو ای مثال میگیم بازی تو یک کس میفوره بعد که ایده همه ایده ما شخصا من اهمیت نمیدم همه نه من خیلی که مرا بد میکنن مرا ایتا میگن ها هست در کامنتاریو می نویسم بیوه جنگاره را یک جوار جمع شد اوه ای بیوه آفرینش اوی من وقتی که کلن کردنی شدم در تلویزیون برآمد تماشا کردن کده و مثال کلین اله همسایه هاشون دیدم بعد کلین برآمده فخر کده بیرون گفت که دیدین خشتمانی مرا شاید در تلویزیون برآمد کرد دیدین اما خشتمانی ما بود رومال سفید از سرش همه خیلی سیاست هایی که در نقشه جمشید حلیم دارین در کنی اختنا نیز میکنین؟ نه میترسم ای کلن نه ده مبادا همین خبرها در کامنتر نبره که برعکس کنیش انم خیلی کار میکنه نه وای من کلن میترسم او سیاست میکنی سال میخیدی که نیسته با چکو میکنی؟ ویجور میکنی؟ اوه برای همه نه خیلی کم نیست حرمت عزت میکنن؟ بله بسیار دختری خوبه بسیار انسانی خوبه خدا برکتش بده پروردگار وقتی که اگه نوار شما را تماشا میکنه شما شرمنامه دارید ایزانامه کشید نه برعکس میدونی چی جورا جان تو هنوز بچه من که من مثال میگم توی میگشتم حافظگی میکردم اینا صنعت در قطعه اکای بلدلو بازی کردگیم قطعه بچهش مثال میگیم قطعه رحماندوزی قربانیون بسیاری اکتیور قطعه بازی کردگیم با خدا بچه من نگفت است تو حاضره که اوچه مادا محکول نیست وظیفه تو اوچه بیو بسش کن اوچه عیبه بسم الله الرحمن الرحیم اول فرزند من همین که پا گفتگی نیست نبرات فخر میکنم میدونم فخر میکنم اوچه من صنعت تماشا کنم بها اوچه جان اینجاش اگر این خیل بازی میکردی با خود میبرم اوچه یعنی با برای شما توصیه میکنم بله
نیست در خانه ما، در اوله ما، در زندگی ما نه دامادم وای ما کار میگیره با تجارت مشغول دامادم، نه دخترم، نه که هیچ کی با ما وای نرو. بخاطر اوله ما شخصا ما اوله شغلش کلانه، زور اهل اولادی ما کلانه، یگان اهل اولادی ما پروت کاری ما نیستن، نبرات خرسند میشن. میبینم خرسند میشن که تو برآمد که اپا قطی جمشید دیدیم، اپا قطی رحیم دیدیم، اپا قطی بحردین دیدیم، با وای میکنند. بحردین گفتین بیا باز اوهیدی الان فیلمی که شما نقش آفریدگی در فیلمی به نهایت فیلمی پرمضمونی بحردینی صبوری یعنی قصه غم. بله. میخوام که این صحبت با در دیگه جور بگذره. روزی هست؟ مایلش. این چکا اون چیز بود نشه بعد خوشی بشه استوری عزیز. با درش صحبت در یگان جایی که برای شما پیشم باشه دوام میتیم رفتیم چه جا. مایلش بیا. در آن امروز ابرنا مادر عزیز با بقولشوی سرکرده کرد. وظیفه خانگی داده، وظیفه خانگی. ها کلی نماره چی گرفته اگه وظیفه خانگی؟ کلی نمیکنه، کلی نکن. بعد کلی کشی دیگه همه کار نکردن یه کلی بندم. من کلی ما دوست ندارم، کارش نمیفرم مقدسی بود. کلی نیفتن شبانی شوریده. برای همین میگم یک خر نکنه برای وقتی بعد با بزرگ میکنم. یا انا اینجا اویدی فیلمی خاص دیگه هم همراهی شما صحبت می‌کنید. باشید که شما در آن فیلم نقش آفریدید. سببی قصری غم. وقتی که در رول همین زن چندین زنها را پیشنهاد میکنه بحردین معرفی میکنه اپراتوری بحردین میگه که یعنی اکای تویرجون. بله تویرجون میگن که بیا اپای صدبرگ بیا فایرات کنین دعوت کنین. اون کس بسیار اکتریس با قوت تئاتری آینه دکور میکنه اپاشکا بیا و فایرات میگه که ما نمیشناسم و میگه که ها میشناسی بیا و جمشیدمون حاضر صحنه‌های جمشیدمون چهره‌ش رو ببینیم اصلا چه بازی می‌کنه. بله وقتی که میبینم میگه میشه خیلی دعوت کنین های میگه مرا بحردین فایرات میکنه رفتی ما شما رو میشناسم. ما گفتم منم شما رو میشناسم و شما در رادیو کار نمیکردید. ما در انسامبل فلک تو 2014 کار کردیم. شما پیش از اکتیور بودن یعنی اکتریسا بودن در چی کار میکردید؟ ما پیشتر در انسامبل فلک کمیته رادیو ده تلویزیون و رادیو ده به حیث حافظه کار میکردم. بعدا شادروان استاد عبیدالله رجب گفتن که بیا با تئاتر تو تیپاژی بیا با تئاتر جای تو تئاتری آینه های سخنی اون کس مرد کردن. یعنی سبب اساسی با تئاتر آینه اومدن شما الان شادروان بود استاد عزیز؟ بله استاد عزیز بود روحشان شاد بود. بسیار انسانی خوبم بسیار اون کس مرا تئاتر آوردن. ما حاضر در تئاتر آینه کار فعالیت میکنیم. بعدا بحردین قطعی ما هم صحبت شدیم گپ زدیم. اون کس رولا گفتن که شما باید همین کلام خیلی اجرا کنیم. گفتم که ما عهده کار نمیبرم به خاطر اونی که چهره ما به همین رول موافق نیست. چهره ما به زنهای جنگره ماننده گفتن که نه گفتن الکه در همینجا شما پیشکی اوجه رول اختیار گپ زدید. بله گفتم چهره ما به زنهای جنگره ماننده بیا به همینجا گفتن که نه اپا چهرهتون چهره خوبه بیا خوب میبروید کینوی ما باید هم بیا اپا گفتم. بعد من راضی شدم همراه بحردین در کینوشون بازی کردم. در قسم دوم فیلم اول نقش شما هست یا به انجام رسید؟ نه هست یعنی دوام دارد کینو دوام دارد. بحردین از چند قدر پیشتر زنگ زدن یعنی هم صحبت شدیم. ما گفتن که اپا شما رول داریم. من قبول کردم که مایلش من تیارم همه وقت جان بیا اگراتی خودم کلانفورت پامیدور گشنیچ پیاز بچینیم بتم شکر کنیم در می گرمی و برم در جانی وچا این همه
با دست نازنین اختونه بله بله بچه میگن جان، که بله، ای دست بله. مادر خوردن بهترین چیزه بله، بله. اگر مزه آمد داشته باشه نه که با مزه میشود با مزه میشه راست میگی بچه الان راست قرفتوی میگی. تزک شم بچین هم قنافتوی تیزک شم میچینیم که اوچا جان جانی گفتن اوچه. که چقدر چیز همراه استاد جمشید حلیم نقش می‌آفرید ما نمیدونم قریب یک 6-7 ماه شده که 8 ماه شده که خطا نکنم. یگان بار رو پرو جمشید حلیم افتادین که آیا ای نقش آفرید ما راضی هستید با شما پسند هستید یا نه نه نگفتم. بیا یک کار میکنیم من در شویدی انای مردم با استاد عزیز جمشید حلیم زنگ میزنه و میبینیم که همراه شما چه خیلی معامله میکنند و با سوالی که شما پیشنهاد میکنید چی پاسخ میدن همین جمشید؟ را گپ زنید که جمشید جان مثال همین صحنه‌ای که من همراه شما نقش میفرم با شما پسند هسته یا راضی هستید یا نه اگر که نه بگم پس این همه روی مجبوری این هم ایری مجبوریه یا یا؟ من توقع نمیخوام اوچا جان مرحمت بویی. فقط دوستان عزیز اگر استاد عزیز نیز برنامه ما را تماشا کنه پیش از برنامه معذرت میخوایم تا زنگ زدن مادر عزیز چون که ما میخوایم که ما دل و عقیده استاد عزیز را بفهمیم نسبت مادر جان با شما چی سا وقت که زنگ میزنین چی گفته فریاد میکنه تلفن فقط گرام دامونه که اگر گپ سکرت چه نباشه جان اوکی سیکرت نداره جمشید نسبتی با فقط خب میکنه گوش میکنه استاد برداره متاسفانه جمشید حلیم دو جای در خوب ای لک ما حاضر تا آخر برنامه را کار میکنیم که با این سوال شما پاسخ گردونیم یک بار ایشون پیان هم خیلی که نگن که برنامه دروغه یا یگان کسی زنگ زدگی اینا نامناسبش نویسگی مقصد چه خیلی بسیاری خیال میکنه که قصد میکنه که تلفن جواب نده یا یگان گاهی پاس بلند میگن لکه حتما تا آخر برنامه ما کار میکنیم که با سوال شما یا در وقت خوراک تیار کردن باشه یا در وقت سوال جواب با هر یک سوال شما هم استاد عزیز پاسخ میگردونه بله بله همین قدر چیز میچینیم برما همه چی نه دارم نوکوت هم پخته یا نه خب نوشته بخیریم شد چه جون این نیه بچه‌ام چی شوم بنوشته اوه نه بیا من انا میخوام با مزه یا یک خدی و چند با مزه نیست یا خیلی خیلی انا با من دو مزه. یکه کشول کردگی را میگیریم چه جون بیا رفتیم بیا رفتیم. بیا انا که چه جون سر میکنیم برای شکراب گفتیم میکنیم شکراب یا چگی برای شکراب چی لازم شده برای شکراب اوچگی بسیار چیز لازمه یا ما سبب بهترین ما نمیقدرش بسه یا بله ما هم ایتور دوستان عزیز سرواستیما میکنیم واسه ما پیشکی برنامه را دیروز به همراه مادرجان صحبت کردیم همین سحر این سحر برنامه را کردن نبودیم یکی سحر شده خیلی خلاص میشوه دست مادر همه وقت مزه همه چیز داره بله بله برای همین ما به تیاری بعد اوچجان عزیز در فیلمی بردنی صبور گفتیم که کدام نقشی را بازی میکرده؟ نقش پیشخدمتگار من نقش پیشخدمتگار را بازی میکردم ولی من همون نقش با فکر خودم که اودش نبرومدم با فکر خودم که اودش نبرومدم مردم چه خیلی قبول نه کردن؟ تماشابی خوب قبول کرده است همون تماشابی خوب قبول کرده است به خاطر چی قبول کرده است به خاطر اونی که من همون زنک خشرو را گفتم که قصرت ای سرت بمونه من محتاج متهمی 200 سومیتیم برای همین گپایی که من گروهی همون زنک گپ زدم همین من تماشابی نمخمه شدم نباشه من نمیدونم من فکر شخصی خودم که ای اودای همون نقش من نبرامدم فکر شخصی من اگه تماشابی خیلی قبول کرده است میرم که خوب قبول کرده است که من خوب برآمد کردم یک مدت فهمیدیم که اوچجان شما کمی با غم و درد شدید شدید بله چی سبب شد؟ من یک تدر نشده چند ماه شده من اقامه دست دادم حاضر یک وای شدگیه بچم مرده قبل پیش اگر در یک چلوک یک کس میمون در 90 میمون همون چلوک همه اعضا میگرفت گفتن که اوچای فلانی مرده تلویزیون تمامون توی نکن
که او چه فلان مرد است او را فکر نمیکردن که او در 80 در 70 و فکر خوزی مرده مثل همین معرکه که سردر موی دراز داشت او که سردر سر من نشوی بیا گو وانا سر ما بشو گفت من خیلی سر من خیلی میگیم گفت فقط سر ما بشو که موش درست که بود نمیتونست خودش رو کشیده و سر ما بشو گفتم نه من نمیفرست طرف شوی بله اون کسی گرم بود باور کرده در کو تا مردم و من خودم نمیبخشم برای همون کاری که نسبت همون زن کردم تا مردم و من خودم نمیبخشم که من دستم نمیشکست من میتونستم که بدرم هم سری همون را بشم میتونستم همون کارا بکنم نسبت همون بعدا هم شما گفت که بیا سردر گفت بیا خوب قدیم بیا یا جای خوب کنیم گفت خیلی داشت صحبت های تر من یاد کنم سردر بیا جای خوب کنیم گفت من فقط خوب کنم با چی بالا زد ترکت کتم بکنیم بیا گوشه گفت نه من قد خونه میرم تو زمین دخو میرم من بالای دیوان دخو میرم من قد خونه میرم خلاصه همون شب بالای دیوان دخو کنم من خوری کردگیم شیمان شیدم بالای دیوانی خوری کردگیم بخدو خیلی کیه که فرزند پدر دست دودگی نابود کرده که خودش میفهمه اگر فهمید که فرد رو میبینید از کدام کار پشیمان میشید؟ از کدام کار پشیمان میشید؟ میدونی چی؟ من حوضی حرکت گفت زنم میگه که 100 برگی تر بسیار خوشا بالا برم من دروغ نمیگم که من 5 وقت نماز میخونم بچم قرآن میخونم این کسبه من ترک کردن نمیکنم من نمیدونم اگر فقط من بیم برم جون نمیخیزم میشینم در یک جور یگان در زندگی یگان کاری نداریم که پشیمانی داشته باشم؟ نه ندارم کاری که پشیمان شده باشم نه چرا در زندگی یگان دوستی داره که با جان برابر باشه نه که زبانی نامی؟ بله دارم در همه حالت سنجیدگی هستید؟ در همه حالت سنجیدگیشم در برم دوست در همه کار در نمیدونم یا همجا در یک رول اکتیونونه بازی که کو زنگ بزه با شما چی پاس کنه؟ بیا من ریزه کردم میگیرم زنگ بزه بیا او دوستی من هیچ وقت ما با فکری من هیچ وقت مرا نمیگه که نه کارتا بود نمیکنم یا که نه من نیستم یا رای دور دارم نه تایی آدم نیست زنگ بزنم برادران عزیز مخلصان عزیز که بینن دوستی جانی داری؟ این حوزی تلفن میکنم اینا گوش کتن که دوستی من خیلی جواب میتمدن اینا ریزه کنم؟ بله من خودم ریزه میکنم بچه من تو چی کردن؟ علاقه دوستان عزیز ایشان مثل جمشید حلیم با فیلم در یگان کار بند است پاسخ ندادن؟ نه این دوستی من خیلی مردی نیست این دوستی من بسیار بهترین انسانه شاید یگان کار داره هیچ کس دل نیتی بد کردن و فکری بد کردن در کار نیست بله جون این دوستی من بهترین آدمه بهترین انسانه در زندگی خیلی حالتایی میشه که زنگ زنید یگان کار دوشه بعد به حسمون به شما زنگ زند اکنون نشیده است من نیستم میگم من اینمی تیراتور شهر نیستم یا من تیراتور همی قشلوق نیستم یگان آدم روی کنم این فلان جورا من روی میکنم فلان آدم روی میکنم حتی خوشانه باشه نزدیکان رفیقانش کارش را بود میکنم بله دوستاشا وای میکنه که برین اما آدم کارش بود کنین اما خیلی وضعیت چی دیگم خیلی کما چطور تو رزاکی که موعده کار را برام بیا این کاری مادرو آیا خیلی این کاری مادرو نه عزیز هر کس هم نمیتونه بله اوجه محصولات ما قریب کی تیار شد بله فقط خلطه دو آوردن در کار خلطه چکه را که من کشال کردم انا همون را میارم جانی اپاو انا بعد سر میشوم امی دو دیگه که برنامه کردی امی یک هفته یا که 3 روز پیشه که تحقیق میکنم تمام دم خمیر کنم نونی گرم ببندم در دیدم
ماتدا شکرو نمی باید خروکی با مزه دیگه اما تایید انا آش بریده گفته گیرم میکنی آخی مرا این ات خیلی وای کدیم از خیلی کنم تاکتره یگون خیلی نکن اما خیلی سطح فایزه چجا همین شکرو با همین شکرو میشوه ها چی بنا میشوه وای این شکر و اوقات ملی خدمونه کجا بله راست میگوی آخی پریا شکرو نمیشوه برام چکر بیارم ها بیو خوش اومدی رحیم جون خوش اومدی انا یه چکای خدی انا بگو چکای تازه بزرگی نیست رحیم جون نه که دوستان عزیز چکا بزرگی نیست نه که نونا بزرگی نونو بزرگی هو برای که اگر اینجا من سرستیمه کدی اخی فهم گو اول گفته کو برنامه دیم دا بعد همه چیش اوچگی بعد انا قشلوقی میارن یعنی خدمت برای همه گفتم که بر وقتر که میگفتی رحیم جون ما انا سرتوشون سر میشه اکنون مردمی غریب امرای ما ورید دانشون او گرفته سیره میبینن بچه‌کوی غریب نی ای جون براشونی قربانی بچه‌کوی غریبم موچه جون شیرینم بچه‌های غریب انا بیایم بچه‌های غریب بیایم من شکراتون میکنم کورتاتون میکنم مگه تو شکر ها بود میکنم کورتاتون میکنم با شروعش نکنه که بعد تو بگره او یکم خیلی ما شما دوست نمیدارم رحیم جون تو زیق نشه من اینا شروع نمیکنم اگه شوز نبینه که با بعد برنامه وضعیت رو دیزی هیچی نمیگم مردک من هم که مردک خوبی است کی زنکلون های آی زنک دوست داشتی هیچ نفتی بعد زنکلون میشه توبه میدیدی به خدا هم مردک زنک اگه دوست که داشتن کی زنکلونی نیستن انا دیدین شکر رو انا شکر رو معنیش که شکر قطعی آب یا جا میکنه شکر رو میشه شکره یا که چکره شکر آب گفتن در کره چکه آب 1001 میده چویده داره دوستان عزیز کو بگی نمک شب چرا اینجا نمکش به خاطر اون که من که گفتم کو ما قشما دوست نمیدارم عجوی بود با مزه ایو خیار اینجا اکی در حقیقتا کم قلمفته که در اون اگر رو دیدی در اون زمین دیدی این محصول دستی او چه تایی رای جون میام این تاریخ نرم دارم ایره تایی رو میکنی برای زمستونه؟ بله زمستونه میگوی که هم ساوس خورده اینه همین تخویش میکنی ایره وزمه دوزی شکل اینه می خوزت نمیخری قلمفتی تیز میخرم خواهی که بخری هویش که اینه برای همه آوردم مرا چه ولی راهی کردم شایانه میشه ککر در دنیا نشه میشه این وزد داشته ایکو دیدی؟ چی قخش رو های چی قخش در همون زمستان هم که ویش کنه هم خیلی ساز میسته همه قدر ساز خشرو بسیاری مردم هم اوچه جان هم خیلی قنافته ریزه میکنن خواه میکنن که برای شروع بله دیدن عزیز لیکن اون بزرگ قطعا چیسته رسیز کشی چیسته رنگی بچه های غریبی که در نرسیه اینا رنگی همون شکروش مقدمه این در فقیر باشه که چگمان بکنی و هم آنه که برای همین رحیم جان پیشکی اوچه تا آگاه میکنی میگوی که اوچه جان اینا ما برنامه دارم دیگه دوستان عزیز یک بار دیگه کوچه را در برنامه دعوت کنیم آیداش میبرم یا با نانی بزرگی میارم نه نانی بزرگی نمیارم دو فرکن نان میبندم در دیدانم و نانی دیدانی پیشواز کن میگیرم بیاییم ما همه بچه های غریبه با شکر و با قروتا و با آشی بریده و با ششلیکا من ششلیکا ناز میدونم که همه تونه دعوت میکنم بیاین بچه های غریب دوستان عزیز در آخر برنامه چی گفتنی اوچه جون؟ ایگان گپ شما خفه نیستی؟ نه برای چی خفه ایم؟ من خرسان شدیم که شما این خونه ما اومدی این صحبت کنی قطیمه من خرساندم همین جمشید همین تلفنش همین برداشت با خیلی خرسان میشتم خیلی که جمشید البته همون کور داشته که یک بار دیگه زنگش بزن ای بیا که من میگه پداختم که یا پداختی که یک بار دیگه زنگش بزن میگیده
فقط انیق میگیرم. ای البته یکون کار داشته، یکون گپ خبر داشته، یکون جو توی ده هیوخی وقتش برنده کردن جمشه در توی ای بعد بیام بخریم. من فکرم همی جمشه در توی ای ای. وقتی که در توی باشه کو تلفنش نمیبره توی مایل باشه جان ما بودم و ایلکو تگیرتگی نباشی برای وزن زیسته باشی نیه کو خیلی باشد. این جمشه توی ده برای تلفن خوشی میکنیم که در برنامه آینده اما جمشید استودی عزیز تلفن خیلی جوابت انشالله. آخران تمامی که شما برنامه کنی نفهمه که تو آخری برنامه رو تماشا کردن همراهی کردن و انا برنامه را لایک موندن پدیدسه کردن نسبت ما شما گپای خود میشه چی گفتم من گفتم که همه شما رو من دوست میدارم همه شما رو من دوست میدارم نه تنها در برنامه بچم رحیم جان در برنامه جمشید در برنامه فاطمه چارتنه اما من شما را انتظارم من دوستان میدارم من میخوام که شما مرا لایک بکنید شرط فقط یوشو را لایک کنید یا برنامه یمی و چوام شما لایک کنید آ پیرا ما دادن اخی لایک مونی دیدین دوستان عزیز چی گفتیم هزار رحمت کنم با هر یکی شما که برای دستگیری کردن نسبت برنامه ما و این اولین برنامه ما همراه بچه مهربان بود اگر که چقدر دستگیری کنیم برای ما خوب میشه و باوری کامل دارم که برنامه دیو همراه مادر عزیز اگر شما خواهید ما پیشکش میکنیم برنامه آش بریده اوچگی و نان تنوری اوچگی پیشکش شما میگردیم هزار رحمت کنم دوستان عزیز باقی در پناه الله باشین در چه سوال میکنیم که هر یک کلمه شما خوردن ببینین اگر ایدان تا او میره شاید اوه دیلتون گیره برای خاطر ما در اشتیای توم شما در برای کار الان خیلی چیز کنه فقط پمیدور میرفته بودرینگ میرفته مثلا ما بودرینگ شنای وردیم آید مبرومت زلین نون هم بگیریم دادش شکرهای اوچگی در پناه الله باشین تا برنامه آینده دوستان عزیز یک چیز دیگر آید مبرومتی به هر که شما خاطر رسان کنم دو برادر نزدیکی که در انمی برنامه ما را دستگیری کردن بسیار سمخشون گذاشتن میخوام که انمون نامش از زبان شیرینی اوچاجان ببرن که چون که رفیقان بهترین انمی مادر عزیز هستن یک اکای شهزاد جان و دیگریش اکای مجید اکای مجید هم دو نفر مینداره افتر و برنامه ده شخصیت بزرگ میرسونن که دستگیری خشونت نسبت ما دریغ نداشتن یکون چیزی گفتن یا چه ما گفتنیم که همه وقت این دوستی ما در باری ما باشن مجید جون، شهزاد جون دوستایی که در اینترنت هستین مدل لایک مونید جا کی نمیروم دیدم حالای تو در با میبیرم شکفتنی لالای